همون تحتیز پیاده شدیم یه ساعتیه قطار بندر خواست میرسه ایستگاه قطار شماره 17 خروجی مامورین حمله بار بریم سوار این قطار بشیم. این 4 ستاره است، انگار این خیلی بهتر از اون یکیه. بریم ببینیم حالا. به نظر من که اینجا خیلی تمیزتر و شیکتر و کاملا خوشگله. ولی به قدر صداشو کم کنیم، الان توضیحاتشو بدیم. تختش بزرگتره، خوشگلتره، تمیزتره، چراغ شب داره، اینجا آویز لباس داره. اون یکی خوشگلتر بود. چراغ شباش کار میکنه. چراغ مطالعه است، شب حال هرچی خاموش نشد. کار نمیکنه. آره اون کار میکنه. 3 حالت هم هست. زوم بابا این وریا کار نمیکنه. بعد این سقفا یک نه چراغ شب، این یه دونه چراغ، این دوتا روشنایی کامل، این خاموش. بعد این روشه که کلا کار نمیکنه، این الکیه. این کولرش از کجا کار میکنه؟ نه از بالاست. ساندویچ دادن، نوشابه‌دان زدن دادن. البته سهم ما 4 تا بود، 2 تاشو گرفتیم، گفتیم حیفه. و اینم از شام این قطار. ولی به نظرم اون یکی شامش خوشمزه تر بهتر بود. این برنجش کلا شفته است، جالب نیست. جوجه خالی میزنیم.